سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو. توی ویدیو ریک اند مورتی بهتون گفتم که اگر دوست دارید در مورد انیمیشن گراویتی فالز هم یه ویدیو بسازم، تو قسمت کامنت ها بهم بگید. خوشبختانه خیلی درخواست دادن که این ویدیو رو بسازم. به نظرم الان موقعیت مناسبیه. خوش اومدید. تو این ویدیو قصد دارم در مورد رمز و رازهای انیمیشن آبشار جاذبه براتون توضیح بدم. پس با نگاه گرم شما برنامه ندانستنی ها را آغاز می‌کنیم. بزن بریم به سرعت برق و باد، بزن بریم از اینجا. اول از همه خوبه بدونید که انیمیشن گراویتی فالز کلاً 2 فصله 40 قسمت داره و قسمت پایانیش اوایل فوریه 2016 داخل شبکه دیزنی اکسی پخش شد. خوبی انیمیشن اینه که واسه همه سنین ساخته شده. سبک انیمیشن فانتزی و مرموز و فراتبیعی و کمدی و درام و همه چی قراقاتی که من عاشقشم. یه چیزی بگم شاخ درارید. صدا پیشه استنلی، سوس، بیل سایفر و مک گاگت یه نفر بوده. یه نفر. یعنی الان باید بگین واو، او مای گاد. و جالبتر اینه که صدا پیشه همشون الکس هیریش کارگردان آبشار جاذبه است. یعنی هم کارگردان بوده هم 4 تا کاراکتر دوبله کرده. جالبه بدونید که الکس هیریش توی یکی از مصاحبه‌اش گفته که آبشار جاذبه یه الهام بوده از زندگی شخصی خودش. مثلا شخصیت دیپر و میبر از زندگی شخصی خودش و خواهر دوقلوش آریل هیریش الهام گرفته شده. یا مثلا استنلی که خداوکیلی یکی از بهترین شخصیتاش بود، از زندگی پدر بزرگ الکس هیریش الهام گرفته شده. شخصیت سوز و دیگه نمیدونم از کی الهام گرفته. یه نکته جالب دیگه در مورد انیمیشن اینه که خیلی از مکانایی که توی انیمیشن به کار رفته رو تو واقعیت میشه دید. مثل چاه بی سر و ته. اگه یادتون باشه توی یکی از قسمت‌ها افتادن توی چاهی که انتها نداشت. کل قسمت رو توی همون چاه داشتن سقوط می‌کردن. تا قسمت هم دوباره از بالاش بیرون افتادن. خب توی روسیه یه چاه وجود داره به نام چاه شیطان. مردم اعتقاد دارن که این چاه ته نداره و هر کس افتاد توش تا ابدیت سقوط میکنه. البته جا داره اینم بگم که مردم اشاره نکردن که اگه بیفتی توش دوباره از بالاش میزنی بیرون. نرین خودتون رو پرت کنین بدبخشینا. توی یکی از قسمت‌ها استنلی تصمیم میگیره برای جذب گردشگر به مغازه خودش بقیه مغازه‌ها رو داغون کنه. اگه یادتون باشه یه خونه وجود داشت که همه چیز توش برعکس بود. در واقع خود خونه برعکس بود. این یکی از مکان‌های گردشگری توی انیمیشن آبشار جاذبه بود. خب این مکان‌ها توی واقعیت هم وجود دارن. مکان‌های گردشگری زیادی هستن که از این شیوه استفاده میکنن. میدونستید شهر آبشار جاذبه واقعیه؟ حالا نه با اون همه تخیلات، ولی جالبه بدونید که واقعیت داره. اگه دقت کرده باشید تو قسمت 12 فصل دوم استنفورد وقتی از خاطراتش تعریف میکنه به این نقطه اشاره میکنه. این نقطه ایالت اورگانه. اورگان یکی از ایالت‌های غرب آمریکاست که کنار اقیانوس آرامه. اما سوال اینه که شهر آبشار جاذبه دقیقاً کجای این ایالت قرار داره؟ خب بیاین دوباره برگردیم به این فریم. بیشتر نقاط روی شهر اورکل تجمع پیدا کردن. با توجه به حرفای الکس هیریش که میگه بیشتر خاطرات من و خواهر دوقلوم توی شهر اورکل بوده، میشه یه جورایی نتیجه گرفت شهر اورکل همون شهر آبشار جاذبه است. همون نکته اصلی اینجاست که این شهر هم خیلی اسرارآمیزه. دقیقاً مثل شهر آبشار جاذبه. ببینید دوستان، چیزایی میخوام بهتون بگم که شاید باور نکنید واقعی باشن، ولی میتونید برید تو اینترنت سرچ کنید. میدونستید اونجا یه دریاچه وجود داره که سوراخه؟ باور کنید. جالب اینجاست که هرچی آب میره توش پر نمیشه. اما نکته اصلی سوراخ نیست. یعنی سوراخ هم به هر حال خودش یه نکته‌ایه، ولی نکته اصلی نیست. نکته اصلی اینه که این دریاچه تابستونا غیب میشه و از اون عجیب‌تر اینه که توی یکی از فصل‌های دیگه دوباره ظاهر میشه. میدونم شاید الان با خودتون بگین که جلل الخالق، ولی باور کنید میتونید برید تو اینترنت سرچ کنید. اسمش دریاچه گم شده است. اگه دوست دارید اطلاعاتتون در مورد دریاچه بیشتر بشه، من یه لینک تو دیسکریپشن گذاشتم، برید اونو چک کنید. از چیزای اسرارآمیز دیگه این شهر میتونم به خونه اورگان ورتکس اشاره کنم. نمیدونم، ولی یه حسی بهم میگه که معما کده شک رو الکس هیریش از روی این کلبه الهام گرفته. اما از عجایب این کلبه، فرض کنید این شمایید. نه این شمایید. شما اگر بالای یه شیب قرار بگیرید و یه توپو روی شیب بذارید خیلی میخوره میاد پایین دیگه. منطق که اینو میگه. حالا شما اگه پایین شیب قرار بگیرید و این توپو بذارید رو شیب، آیا میره بالا؟ نه، کاملا معلومه که نه. خب عجیب اینجاست که این اتفاق تو این خونه میفته. یعنی توپ شما به جای اینکه تو این مکان از شیب پایین بیاد بالا میره. از این عجیب‌تر وقتی شما یه جارو رو میذارید تو این خونه بدون تکیه دادن به چیزی ثابت میمونه. این خونه گند زده به قوانین فیزیک. نمیتونم تحمل کنم. قدمت این خونه متروکه برمیگرده به سال 1890. این نشون دهنده اینه که این خونه خیلی قدیمیه. از چیزای جالب این خونه اینه که اگه یه دونه از گردشگرا بره این ور خونه وایسه و یکی دیگه بره اون ور خونه، اون یکی از این یکی خیلی بزرگتره یا خیلی کوچیک‌تره. اگه دوست داری در مورد این خونه هم اطلاعات بیشتری به دست بیاری، لینکشو تو دیسکریپشن گذاشتم. خب بریم سراغ مورد بعدی. بیل سایفر رو که میشناسید. شیطانی، خبیث، تک چشم.
همونطور که میدونید منفی ترین شخصیت گرافیتی فالز بیل سایفر بود که البته در پایان تو ذهن استنلی دخلش در اومد. همون شواهدی وجود داره که نشون میده بیل سایفر زنده است. دلایلی دارم که براتون توضیح میدم، اما قبل از اون اگر بیل سایفر زنده باشه یعنی ممکنه آبشار جاذبه ادامه پیدا کنه و فصل سومم بیاد. اینم براتون توضیح میدم. خب چرا بیل سایفر زنده است؟ اولین دلیل، مگه ذهن استنلی رو پاک نکردن؟ مگه بیل سایفر تو ذهن استنلی نبود؟ با پاک شدن ذهن استنلی بیل سایفر هم پاک شد. مگه ذهن استنلی دوباره به همون ذهن سابق برنگشت؟ خب بیل سایفر هم برمیگرده دیگه، به همین راحتی. دومین دلیل، سریال یکم زیادی خوب تموم شد. بیل سایفر مرد، برادرها به هم رسیدن، استنلی ذهنش برگشت، دیپر و میبل هم رفتن پیش پدر و مادرشون، همه چی خوبی و خوشی تموم شد. به جای این داستان بد جور میلنگه. قبول دارید؟ نویسنده‌ای که انقدر به جزئیات اهمیت میده که یه قسمت کامل اختصاص داده به موی تکشاخ و دیدیم که توی قسمت آخر خیلی هم به کارشون اومد. چطور امکان داره همچین نویسنده خلاقی سری قسمت‌های آخر رو جنب بنده بره؟ نه امکان نداره. یه چیزی اینجا بد جوری میلنگه. اگر برداشت ما از پایان اشتباه بوده باشه چی؟ یه لحظه بهش فکر کنید. اگر انیمیشن حقیقت رو تو خودش قایم کرده باشه و چیزی که ما برداشت کردیم از پایان یک پوسته خارجی باشه چی؟ وای، اگر ذهن استنلی برنگشته باشه و این بیل سایفر باشه که برگشته چی؟ همونطور که گفتم نویسنده بسیار خلاق بوده و جزئیات زیادی رو تو سریال گذاشته. پس واسه فهمیدن این موضوع باید بریم توی جزئیات. بریم تو کارش. اولین چیزی که توجهمو جلب کرد موسیقی متن تیتراژ اول سریاله. انتهای تیتراژ یه چیزی میگه، یه متن نامفهومی بیان میشه، انگار صدای بیل سایفره. یه لحظه صدا رو گوش کنید. دقت کردید؟ انگار داره میگه I'm still here، یعنی من هنوز اینجام. صداش که قطعا صدای بیل سایفره، اما به متن دوباره دقت کنید. خیلی عجیبه نه؟ انگار خود بیل سایفره داره توی همه قسمت‌ها اینو میگه من هنوز زنده‌ام، من نمردم احمقا، من توی تک تک قسمت‌ها حضور دارم. خب این واسه خودش یه دلیله، اما زیاد نمیشه بهش اطمینان داشت. ولی میتونیم به این نتیجه برسیم که نویسنده و سازنده های این انیمیشن خیلی به جزئیات دقت میکنن. سازنده‌ای که این همه راز تو انیمیشنش قرار میده، فکر میکنید بزرگترین راز و کجای انیمیشن قرار داده؟ قطعاً بزرگترین راز مربوط میشه به لحظه مرگ بیل سایفر. پس بیاین با هم بریم به لحظه مرگ بیل سایفر. Turn around and look at me, you one-eyed demon! You're a real wise guy, but you made one fatal mistake. You messed with my family. You're making a mistake! I'll give you anything! Money, fame, riches, infinite power, your own galaxy, please! No! What's happening to me? به جملاتی که گفت دقت کنید. امکان نداره جملات بی معنی باشه. سازنده توی این انیمیشن از سرفند ریورس یا همون برعکس کردن صدا خیلی استفاده کردن. پس بیاین ریورس کنیم این صدا رو. همونطور که دیدید جمله کاملا با معنی شد. حالا معنی این جمله انگلیسی چی میشه؟ AXOLOTL. زمان سوختن من فرا رسیده، نیروی باستانی را برای بازگشتم فرا میخوانم. این جملاتی بود که بیل سایفر قبل از مرگش گفت. اصلا مگه میشه از این جمله به این سادگی گذشت؟ معلومه که نه. بیل سایفر از یک نیروی درخواست میکنه واسه بازگشتش. بازگشت. دقت کنید. بیل سایفر قبل از مرگ یک کلمه رو بخش کرد، AXOLOTL، که روی هم رفته میشه اکسولوتل. اما این اکسولوتل چیه؟ من رفتم تو گوگل سرچ کردم اکسولوتل. آره خودشه، همینه. آره این دیگه چیه؟ ها؟ سمندر مکزیکی چیه دیگه؟ اصلا چه کوفتیه؟ البته شاید هم ارتباطی وجود داشته باشه. تو قیافه رو نگاه هستی چجوری میتونه بیل سایفر رو برگردونه؟ اسکل این
تو این جریان هیچ منطقی وجود نداشت تا اینکه یه توییتی از الکس هیریش دیدم. الکس یه کتاب معرفی کرد و گفت راز بیل سایفر تو این کتاب مخفی شده و قضیه وقتی جالب میشه که توی بخشی از کتاب دیپر به یه اکسلوتل میرسه یا همون سمندر مکزیکی. اون سمندر دانای کله و یک قدرت کیهانی بزرگ تو وجودشه. سمندر به دیپر و میبل اجازه میده که هر کدوم یک سوال بپرسه و به اونا جواب میده. دیپر میپرسه که از بیل سایفر چی میدونی؟ فکر میکنید سمندر چی میگه؟ میگه نه شوخی کردم. شعر میگه. واقعا شعر میگه. میگه مجموعی از 360 درجه است، ناظر از لای درختان و بوته های یونجه است، سوختن بود خودش رو از نزدیک دید، دلتنگ اونجاست و اینجا در تبعید. دروغ میگه اگه که گفت شاد است، آتش مقصر میدونه چون که شیاد است. اصلا چه ربطی داشت؟ گر بخواهد برگرداند تقصیر را، باید بخواند نام این پیر را. منظورش سمندره. این چنین جنایاتش جملگی پاک شود و خودش در شکل و زمانی دیگر پژواک شود. همینه. آره. خب چیزی که واضح است اینه که اگر بیل سایفر لحظه مرگش اسم این سمندر رو صدا بزنه، میتونه دوباره توی بعد دیگه یا توی زمان دیگه برگرد و ظاهر بشه. خب اونم این کارو کرد. از زنده است دیگه. خب این از این مبحث. پس نتیجه میگیریم به احتمال زیاد بیل سایفر زنده است. اما آیا زنده بودن بیل سایفر دلیل بر ساخت ادامه آبشار جاذبه میشه؟ اگر نظر شخصی خودم رو بخواید، من فکر میکنم که نه، نمیشه. هرچند که الکس هیریش تو یکی از مصاحبه‌هاش گفت ایدئال این انیمیشن 100 قسمته و همینطور گفت از اول دوست داشت یک ساختار مشخص واسه انیمیشنش تعیین کنه که شامل شروع، بدنه و پایان بود. فکر میکنم که پایانش همون قسمت 40 بود. چون اگر میخواستن بسازن تا الان ساخته بودن، چرا این همه سال گذاشتن بگذره؟ واسه اطمینان بیشترم به اینستاگرامش سر زدم، همه درخواست داده بودن که فصل 3 بساز. رو خدا فصل 3 بذار، التماست میکنی فصل 3 بساز. میبینید همونطور که تو کامنت ها میبینید همه دارن میگن فصل 3. الکس هیریش هم میگه هرگز. البته این هرگز از خودم در آوردم. ولی خب چیزی که مشخصه اینه که احتمالاً نمیسازن. نمیتونم این حرفو با اطمینان بزنم. من که خودم خیلی دوست دارم ادامهشو بسازم. حالا بذارید یه خبر جالب بهتون میگم. این عکس یادتونه تو قسمت آخر انیمیشن بود. الکس هیریش اومده این مجسمه رو ساخته و یه جا قایمش کرده. حالا آدمایی که خیلی بیکارن میتونن برن دنبال این مجسمه. سر نخایی هم گذاشته توی خود انیمیشن که میتونید اونطوری برید پیداش کنید. من تقریبا میتونم حدس بزنم کجاست بر اساس شواهدی که توی انیمیشن به کار رفته. ولی خب دیگه نمیخوام ویدیو طولانی تر از این بشه. خیلی چیزای دیگه هم هست که دوست دارم بگم، مثل اینکه بیل سایفر یه برادر داره ظاهرا که آبیه، یا اینکه عکسایی که ته انیمیشن نشون میده و آخرش به هم وصل میشن چه رازی نشون میده، و یا اینکه ارتباط بیل سایفر با ایلومیناتیا و خیلی چیزای دیگه هستن که نمیتونم دیگه، الان وقت نیست. ادامه این چیزا رو یا میذاریم واسه پارت دوم آبشار جاذبه یا به صورت ویدیو توی اینستاگرامم آپلود میکنم. پس حتما اینستاگراممو آپلود کنید. فالو کنید آقا. هنوز فعالیتمو توی اینستاگرام شروع نکردم ولی به زودی استارتشو میزنم. آدرس اینستاگرامم تو دیسکریپشن هست، میتونین اونجا ببینید. و یادتون نره که کامنت بذارید. این کامنت خیلی تاثیر میذاره. این کامنت های شماست که باعث میشه که مثلا من پارت 2 بذارم یا نذارم. این کامنت رو همیشه بذارید. بس چرت و پرت بگین یا مثلا میتونید بگید که در مورد چه موضوعی یا چه انیمیشنی ویدیو بسازم، چه فیلمی، هر چی. خلاصه اینکه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من بودید. منتظر ویدیوی بعدی باشید. بدرود.